خب ما از کتاب حسن بصری درباره قدر قیمت صحبت میکنیم که دهه آخر دهه قدره. چرا در زمان صحابه و در زمان تابعین قدر قیمت بلند شد؟ چرا اونها قدر آبرو قیمت داشتن؟ یک تاش همین بده: تصاب الرجلان بحضرت الحسن. دو مرد در پیش حسن بصری یک دیگری چقدر حقارت کنی کردن. فقام المصبوب، همه آدمی که دشنام دادگی بودن و خب ایستاده بود ایجاش خست و رواش تازه کرد، پوری عرق شده بود رواش و هیچی گفتگی نبود. چی یک از دشنامش داد. وقتی دشنام کرد سر فوقش عرق آلود شد، خز روش تازه کرد و همین آیه مبارکه سوره شورا آیه رقم 43 را خواند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. هر کسی صبر کنه و آدما را بخشه، این یکی از بزرگترین خصلت مسلمانه. همین سوره را خواند، میگه آیت خواند و حسن بصری گفت: قسم به نام خدا گنجینه زمین شمایه، قسم به خدا دردانه زمین شمایه. وای بر حال این جاهل بدبخت که فردا زبانش میکشنه دهنش. من دو آدم جنگ میکنه، یک تاش اگر صبر میکرده، یک تاش خب میساده، یک تاش جکیدن هم که میگرده، هر چی میگفته روز قیامت گو زیع الله خدا حیفت کنه گو زبانت میکنه. زمان پیغمبر و تابعین چه آدم ها بزرگ بودیان، صبراشون کلام بوده. صبراشون چی بوده؟ کلام بوده است. برای همین آیه مبارکه را خواندن که از که کسی صبر کنه و عوف کنه، این یکی از بزرگترین خصلت مسلمان نشان میده. یا ابن آدم، ای فرزند آدم، لتصبرن، صبر زیاد کن. تأکید کرده اگر صبر نمیتونی کرده لتهلکن، سزاوار باشه که هلاک میشی. کسی صبر کرده نمیتونی سه هلاک میشه. صبر به معنای لجام کردن. برادر صبر، من همین روز تابعگر کاری ما صبره. در طاعت صبر میکنی، در معصیت صبر میکنی، در مصیبت صبر میکنی، این چیزی خوبه. لیکن کسی در گناه اگر بالای سرش معصیت خدا باشه صبر کنه وای منافقه. اگر زنت به حیایت گردی با صبر کرده، اگر زنت به شرمت کردی همین کرده، این حالت به آدم دیوس میشود. صبر در چی بوده؟ در طاعت و معصیت. یا آدم گناه کرده تو را دشنام میده، صبر کن. حضرت علی کرم الله وجهه را در یکی از غزوه ها، وقتی که یکی از غزوه ها که در زیر پاشت یکی از این مشرکا را میغلطانه و مقصد دیگه در گردنش همون شمشیر ذوالفقار را میمانه و از پایان هر چی گفتن میگیره و در روی حضرت علی دو بار توف میکنه. حضرت نمیکشه و سرش میتیان. و حضرت عثمان میگه چون نکشی بدبخت در رو توف کرد؟ گفت برای آن که ای غضب بود، من غضب که کردگی بودم، اگر یک شمشیر تش میزدم من نزد خدا گناهگار بودم. من ای غضب او را غلطاندم. اگر بانگی جهاد میشد و بانگی واقعیت امر رسول امر خلیفه میشد من زنده میموندم. من به خاطر خدا او را نغلطاندم. آخی من به خاطر چی کردم؟ میرم به خاطر غضب. ای غضب ما صبر کردم و توفی همو را تحمل کردم. هم برادر رو هر چه برو ریم جروان کمتر ایزا کش یک نگاه 100 آدم گوش کنه و هر دش ما گوش نکنید. وقد روی ان رجلا شتم ابا ذرین، حضرت روایت کردن حسن بصری، مرد آمد میگه ابو ذر غفاری را صحابه رسول اکرم حقارت کرد. بعد ابو ذر گفت این بینی و بین الجنه عقبتان، بین من و بین جنت بسیار امتحان های وزبینه و بسیار چاه های وزبینه و گذشت وزبینه. هر چیزی که در حق من از تهمت و گپا گفتی اگر حق باشی من جنت نروم، گپای تو همش حقه. تو من سگم گفتی، خوگم گفتی، خرم گفتی، بین من و بین جنت مشکلات های زیاده. اگر من جنت نروم و دوزخ بران من، چی گپی که من گفتی همش حقه. لیکن من دوزخ نبرن و جنت روم، وای بر حالا که ایرو دعوا میکنم.
من یک انسان آمده پرسید پیش معروف کرخی، یک از اولیای خدا داشت، 6 تا بسیار انسانی لجوج و احمق بود، ریش عزت میگه دراز بود. گفت معروف کرخی همین ریشی شما خوبه یا دومی سگی من؟ میگه معرکه کلان، میگه خیستم که ایدر بیرون که گفت چخش نشوید. با حضرت می آیه مبارکه را خوان که و اما من، پس هر کسی را که اوتی کتابه بیمینه، کتاب شده دست راست روز قیامت تیم، و اما من اوتی کتابه بیمینه، هر کسی را که تیم فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب این سبوک یک، فینقلب الى اهله مسرورا، طرف اهل و عیالش میدوه که مردم من امتحان گذاشتم خلاص خوردم میرم که. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما اون کسی را کتاب ای پشت آوردم در دست چپش دادن، وای بر حالش او را جهنم میبرند. همون روز نامه اعمال دست راستی من دتیان، من آن روز ای ملائکه بزرگم، اگر همون روز نامه اعمال دست چپی من دتیان، ای ریش من و ای من همون سگی تو خوبه. برای همین برادرو ما را انمو روزه که جنت ده مهر میزنن رایی میکنن، آن روز ما مثل جبرائیل امینیم. آن روزه که اگر ما رو دوزخ برن بین ما و ابلیس یگان فرق نیست. برای همین به حسن بصری میگه نگاه میکرد 600 تا شاگرد، میگه نگاه میکرد میگه شما رو میبینم صحابه های پیغمبر به یاد میزنن، همه میگه خندیدن و خرسند شدن که ای زبان این امام بزرگ ما را فهمیدیم. گو من شما را در ریش ساله گفته اسم، نه در غیرت و شجاعت. با مگه دیگه همش آرام گرفتن. گو من شما را ریشمانی تا نگفته اسم، قدی صالحات و رنگ صحابه، غیرت و شجاعت صحابه را نشما او را نداره و دیگه بدن. میگه همشون آرام گرفتن. برای همین حضرت ابوذر میگه دشنام داد، گفت که بین من و جنت عقبه های وزبینه، اگر همون روز ابوذر جنت برن کوی گفتگی هیچیه، یکت خالی بدن، من خر گفتی هرچی گفتی، لیکن اگر من جنت نرفتم تو حق گفتی که من خر بودم، هیچی بودم، من از روی تو دعوا میکنم. اون روز گفت وقتی من اگر جنت رفتم معلوم بود است که تو در حق من گمانی بد کردی. حضرت گفت و قیل شتم رجلان، یک مرد دشنام داد در حضور حضرت. بعد از او اینش گفت لولا ان الله عز وجل یسمع لعجبتک، مگه اینش تا خورد گفت من دشنام لعنت کرده؟ گفت بله. گفت خدا میشنوه یا نه؟ اینش گفت بله میشنوه. گفت الهی اینم جواب تو خدا تیا. حضرت ابوبکر صدیق با یک مرد پرخاش کردن، جنجال کردن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم نشستگی بودن مجلسشون ده. حضرت میخندیدن، میگه جنگی او رو تماشا میکردن. او میگه ابوبکر شتم دشنام داد، حقارت کرد، لعنت گفت. حضرت ابوبکر خب بود. میگه حضرت ابوبکر هم سر کرد، میگه کار برآوردی او که جناب پیغمبر ای مجلسشون خیستن ای خونه برو آمدن بیرون. که ابوبکر میگه وقتی که جنگشون خلاص شدن میگه دویده اومده گوی حضرت او مرا دشنام میداد، شما میخندیده، منم سر کردم شما برو اومدی ای اوجا. گو ابوبکر وقتی که او تو را دشنام میداد تو صبر داشتی، دو ملائکه را پشت تو دیده سبودن که جوابای همه لعنتای خودش در خودش نوشته سبودن، دشناماشو در خودش نوشته سبودن. همین که تو در لعنت و حقارت تام سر کردی، نگاه کردم ملائکه ها نیستن، ابلیس سوده در پشت تو. در جایی که ابلیس باشه پیغمبری آخر نمیساخی. یعنی که خیلی صحابه صبری کلام داشتن. صحابه که لشکری روم و فارس به زانو زد و پخت و پرخش برآورد، اما در بین خشامی چه صبر داشتیم. امروز زندگی ما نمک ایمان ما صبره. حضرت میگه صبری و صحابه این خیلی بود. دشنام میدادن، میگه خدا میشنوه یا نه؟ یا خدا الهی جزا تتیه. همین خیلی گفت رفت. میگه حضرت گفت از صبر و صبران، صبر دو تقسیمه، صبر نزد مصیبت و صبر نزد معصیت. شخصی که هر دی همین ده قادر شوه دانه که نزد پروردگار ده اولین بنده حساب می شود.
ما من جرأة احب الى الله عز وجل من جرأة مصيبة موجعة يتجرأها صاحبها بحسن عزاء وصبر او جرأة غیظ يحملها بفضل عفو و حلم. حضرت حسن بصری گفتن یگان قدح و پیاله را دوست داشته تر از نوشیدن آب صبر در نزد مصیبت ندیدم. مصیبتی که مردم عزادار میکنه، گریان میکنه، دلش خون میکنه، آورده به زانو میغلطانه، این به صبر پیشواز میگیره. من دیدم که از قفاش عوف و غلبه خدا خونش آمد. پدرت دست میتهی، مادرت میتهی، بچت میتهی، زنت میتهی، شوهرت میتهی. اگر صبر پیشه میکردی، مصیبتی که ما را خم میکنه به زمین به صبر خط راست میکردی، از قفاش غلبه الله خونت میومده. انشاءالله امی سلمه مادرمون وقتی شوهرشون میمرن پیش رسول اکرم میبیاد صلی الله علیه و سلم. حضرت میبینن که امی سلمه بسیار گریه داره، فرزندش یتیم مونده. میگه چی گریه داری؟ میگه حضرت میدونم که شوهرت مرد وزوینه. بعد گفت که صبر پیشه کن. گفت نعمت خدا خونت زیاد میشوه. گفت ای شوهر نعمتی بزرگ است با پیغمبر، ایمی شو نعمتی بزرگ میشه زنده و من شو مای دست دادم. بعد ایده برآمدن رسول اکرم اسخالی رفتن بخشاندن، زوجه رسول اکرم شد. ای پیغمبر نعمتی بزرگ است، یعنی که پیامبر ما معجزه میبینه. تو صبر پیشه کن. گفت خداوند نعمت خونت خودش میبیاره. امی سلمه صبر پیشه کرد. بعد 4 ماه و 10 روز رسول اکرم آساخالیش کردن، پیامبر زنشان شدن، ازواج مطهرات شدن. یگان مراتبه گفته پیغمبر زیق شوی نماندم. امی سلمه کی که می آمد زیق هم خیلی خرسندش میکردم که خندیده خندیده میرفت، نقشه های جنگ رفت. میگم جنگاش هم نقشه هاش هم حتما میکشید. هم خزنی دانا بودن. پیغمبر سیری جنگ شد در امی سلمه میگفته، هم خزنی سیردار بوده. میگه نقشه های جنگش میکشیدم. حدیثی در مناقب عایشه مادرمون میبیاره، میگه روز رسول اکرم آمد خانم، همین قدر زیق بود، نمیدونم چی زیقه داشت که همین قدر که کردم خرسان کردن نتونستم شو شد. همین شو که نوبتی مقصدی خونی من بود، بستری من بود. شوام فرا رسید، نگاه کردم حضرت زیقم میگه. بعد از او گفتم چوکر زیق حضرت، هم که زحمت دخی، هم که صعوبت میگه گرد نمیزد، آرام بود. گفتم یا پیشنهادت میکنم. گفت چی پیشنهاده؟ گفت که ما همسالمون پیر شد، سرمون سفید شد، یوشیمون رفت، همین بین زنادا میدونم که عایشه یوشتره، بیا من اومی اوچرد من میگه عایشه رو بخشیدم. همین نگاه کردم میگه دهن حضرت تی چه دای خندیدن. خیز میگه حضرت ریداشو پوشید رفت. گو آخرام برام خرسندش کردم که اوچرد عایشه رو دادم. خدا رحمت کنه او زنای صدر اسلام. گو من میدونم عایشه رو خیلی در بین ما محبوب داری، هم یوشه هم جوانه. من آچرد مگه عایشه رو دادم. گو دیگه خیز نه میگم نگاه کردم که دندانای ناب شکاری پیغمبر میگه لباش نمایان شد. حضرت میگه خیسن رفتن. میگم اون شب این خیلی زنها بودن در صدر اسلام، این گونه زنهای بزرگ بودن. برای همین حضرت کسی صبر کنه در مصیبت و بلا و آفت طاقت کنه، همون پیاله صبر نوشه، مکافاتش غلبه خدا بوده، بخشش خدا خونش. الحمدلله چقدر در نعمتیم. فرزند آدم، حسن بصری گفته است ایمان و خیانت در یک دل جمع نمی شود. بعد از او پرسیدن که چخیل ایمان و خیانت جمع نمی شود؟ خائن کیست و مؤمن کیست؟ گفت هر کسی که همسایش از وی راضی نباشه و خائن است. خائن که بوده در اسلام؟ کسی که همسایش از وی چی است؟ ناراض است. دوم کسی که ای دست وی دیگر مردم ها سالم نمانند، حالی وی مسلمانی کامل نیست. الیس قد روی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده لا ایمان لمن لا امانت له، هیچ کس صاحب ایمان کامل نمیشه و تا امانتدار نباشد. هیچ کس دیندار نگوه تا معاملگی همسایگی نداشته باشد. شما آدمایی که معاملگی همسایگی ندارن و یا شما دیندار نگوی. همسایه باید از ما راضی باشن. انا این بود میگه عادت صحابه، انا این بود میگه قدر، انا این تربیت ها را کنه میگه قسم به خدا قدر پیدا میکنه.
قدر پیدا میکنه. میگه انا این بود میگه حال صحابه و تابعین. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته. ابو مالک اشعری میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن هر مرد شب میخیزه زنش بیدار میکنه با وجودی که چشمای زنش خودش خواب غلبه کردگیه، نزح فی وجهها ما آب در روی همسرش میپاشه، گودکاش میخیزانه، فیقومان میخیزن در خانهشان، فیذکران ذکر خدای عزوجل رو میکنن. یک ساعتی که در شب اینها میخیزن یاد خدا میکنن، یک ساعت و مکافاتش گناهی 1 سال عوف میکنن. کسی که اگر زنش با میخیزانه قتیش کودکاش هم میخیزانه 1 ساعت ذکر میکنن، 1 ساعت نماز میخوانن، 1 ساعت تسبیح میگن. روایت امام بخاری و مسلم طبرانی هم روایت کرده خدا گناهی 1 سالش عوف میکرده. الحمدلله. ابو هریره روایت میکنن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال اذا اصبح 100 مره و اذا امسى 100 مره سبحان الله و بحمده. ابو هریره گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی بعد نماز بامداد 100 بار، بعد نماز شام 100 بار سبحان الله و بحمده گوه، خدا گناهاش میریزانه اگرچه گناههای او وزبینتر از موج بحرها باشه. یعنی که گناهی همون از بحرم وزبین باشه به 100 بار سبحان الله و بحمده میریخته. هیچ نظر در پیش رحمت خدا هیچی ای گناهی ما به یک استغفر الله کوهی گناه را خدا میسوزانه. رحمت شد. ابو هریره روایت کردن که جناب پیغمبر فرمودن هر کسی گو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مره کانت له عدل. اگر 100 بار گو خدا ای را عادل کتابت میکرده با برکت این کلمه 10 نفری خانانگیش هم ای جهنم خلاص میکرده. حدیث رسول اکرم پیامبر اکرم فرمودن هر کسی فرزندش میبره پیش تعلیم دهنده و دامولا او بسم الله الرحمن الرحیم درست یاد میگیره خدا 7 پشتش ای جهنم خلاص میکنه. علم نمینه برادرو، کسی فرزندش میبره یا بسم الله نشان میتیه کفارت او در 7 پشتش ثوابش میرسیده. خدا برای او 100 حسنه میتیه، 100 گناهش خط میزنه. پروردگار برای او یک نگهبان میداده که ای شیطان 1 سوتکه او را نگاه میکرده. ولم یأت احد بافضل مما جاء به. یگان انسان از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ندیدیم گفته پیامبر صحابه که مثل این ذکر گو و نزد خدا مرتبه پیدا نکنه الا رجل عمل اکثر منه. رواه بخاری. امام بخاری آورده است که هر مرد انمی کلمه را زیاد گو در نزد خدا محبوبه، خدا را دوست می‌داره. لا اله الا الله وحده لا شریک له. حدیث ابی عیاش بدای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی گو در وقت صبح لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر، پروردگار او را عادل میگردانه مثل فرزند اسماعیل در زمین عدالت داد. فرزند اسماعیل کیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. مثل فرزند اسماعیل رسول اکرم در این زمین شهامت داد، عدل داد، تقوا داد. کسی این کلمه را گوه فردا همچون عادل در پره فرزند اسماعیل میسته. گوینده های این کلمه فردا در پره رسول اکرم بدیم. برای او 10 حسنات خدا می نویسد، 10 کمبودش پس میکنه، 10 درجه در آبروش بلند میکنه، از شیطان نگاهش میکنه.
فإن قالها اگر این گوه شب همین خیل همین اگر دوام تیا ای انسان از دنیا میگذره گناه نداره. لا اله الا الله وحده لا شریک له. پروردگار ما را برای راست هدایت کن، ما را توفیق بندگی ته، از آفت و بلا و کلفت ما را نگهبان باش، عاقبت کاری ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردان، این شب قدر برای ما مبارک گردان، این مسجد آباد و زیبا نگه دار، پیشگاه کارهای ما را کشاده گردان. این محنت هایی که ما کردیم هیچ نیست، اما تو بنده پروری، ای ما قبولش کن. بعد از این دنیا گذشتن ما برزخ ما را جنت گردان، بعد از این زمین قیامت ما را آباد گردان. از شفاعت پیامبر آسمانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما را بنصیب کن، اهل ما را، عیال ما را، فرزندای ما را برای راست هدایت کن. ما را خداوند و محتاج ناکس نااصل نکن. پروردگار را دعا میکنیم گدا کردنی باشی، گدای درگاه خودت که گدای یگان مخلوق نکنی. لو یگان مخلوق در ما دا هیچ مال گردن خم کردن توفیق نته، فقط تو دا گردن خم کنیم. اللهم عینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. صفا را راست گیره، تلفناتون رو خاموش کنین، آماده به نماز باشین.